بچه‌ها سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. وای خیلی وقته که بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. سلام. داشتم میگفتم خیلی وقتی که دوست دارم که با هم دیگه بشینیم یه ذره ویدیو نگاه کنیم، لذت ببریم. منتها خب ویدئویی ندارم من. ولی من دارم. به تخمه. داری؟ برات ویدیو آوردم. خب آقا امروز پلن اینه. اینجا رو نگاه نکن. بابا این بچه هی بهش میگم تو مانیتور خودت رو نگاه نکن، گوش نمیده، هی دوربین رو بعد نگاه کن. برات ویدیو آوردم خوشگل مشکل خنده‌دار خارشیم یه خوردم مثبت 18 داره. خب بس بچه‌ها با هندزفری ببینید. ولی میخوام قشنگ مجازاتت کنم دهنت سرویس شم. چی؟ آخرش میگم. نه اولش بگو بچه‌ها تحریک شن تا آخرش میگم. تحریک شن. آقا میخوام ببازی اول بعد مجازاتو تعیین کنم. حله. آقا بذاری اول توضیح بدم. 3 تا جون زیادته موریدی. 2 تا. 3 تا دیگه. خدای تو خندت سفته. 2 تا. من خوشخندم. آقا 2 تا دیگه. به خدا همین الان میخوام بخندم. به خدا میگم بذار 3 تا. بری زر. آقا اگه زود خندیدم جون سومم بهم بده. باش. برو. یا اول الان زنگ میزنم صدا بیاد جمع صدا کیلو من تخم نمیخوره. من تخم نمیخوره. آقا یه لحظه وایسا. دیدی بهت گفتم زود میخندم. بی 5 تا جون. 5 تا جون داداش. نمیتونم. این بمبش. نمیتونم. این پرفکتش بود اول گذاشتم. 102 کیلو. خب آقا یه جونت پریدا. 3 تا جون داری. آقا 4 تا جون دارم. حالا فعلا برو. 2 تا جون داری نخند. با اینکه وضعیتم وضعیت درستی نیست و اینا تازه اومدم خسته و کوفتم مجبور شدم به ویدیو بدم. به انام به امام حسین گیرت بیارم. به انام طوری میکنم چوپون کسکش کیری. تیکه میکنم خانواده‌ات. تمام شد؟ آره خندیدی دیگه این. نه گرفتم جلوشو. نه آفرین. یه لطیفه بگو من شاد بشم. من الان عصبی ام. یه روز یه دونه بچه‌ها باحالن. نه خندیدم. آقا همون 2 تا جون. من نمیخندم دیگه. یه سایه ریز بزن دیگه. دمت گرم. من داری تو بشم. توف کردی رو. اشکال نداره توف داداشه. این آقای مشکل در رفیقای من شکم بسیار استثنایی داره. من بهتون نشون بدم که چه شکم قوی داره. باشه شکم فوق‌العاده استثنایی و قوی دارن. واقعا از ماتریکس خارج شد. آقای مشکات برای مدت‌ها دیگه نمیتونه نفسم بکشه با اون ضربه‌ای که دندش خورده. نمیدونم چیه. اینا بذار ببینیم تو ویدیو باشن چیه. هم بذار دیگه. نه آجی تو میزنی بو بده. نه من آجیز دارم بو نداشتی میدونی دیگه. مثلا تو میگی بزنم بو نداره. بزنم. بزن خیلی قشنگ بود. آجی راستی 3 بار مردی. جناب سروان 3 بار. 2 باره. 5 تا جون داری آقا. 3 بار سوختی. 2 بارش 3 تا جون دارم. 5 3 تاش سوخت میگم. 3 بار خندیدی. اوکی برو. 5 تا جون دارم. 2 تا جون نمونده الان. 3 تا. بابا چه جرزکی میکنی؟ اوکی برو بابا. راستی شما چی میخونی؟ آمار کارشناسی. چرا اینجوریه؟ من ترم چندی عزیزم؟ ترم دومه. تو چرا آوازت میره؟ بابا تو چرا آوازت داره میره؟ بابا حواس خود خیسم کردی. اونو ببین. مجازات توفه گست. خداست. خدا رو داره خدا نگاهشون میکنه. بابا بیا برو تو کونم دیلدو. خدایی ناراحت شدم جدا میگم. دیگه هستن سمین پیدا سارا. وای این دختر خاله تویی. سلام نادر هستم. صابر بابر شاطر پسرم مقاتل. این ساعت 9:30 اینجا خونه ما.
ببین سوختنش که سوختی است دستم چهار یه دونه داری. اینم بگم خیلی یکی از آرزوام حسرت‌های زندگیمه که من چرا تو اون اکیپ پسرا نبودم. نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران شهید ناو سروان غلام عباس عفیفه، شهید ناوی یکم علی اصغر درستکار، شهید دریادار نصرالله عزیزی، شهید ناو سروان علی کهوری نژاد، شهید ناو سروان حسن رونده و شهید دریادار محمد ابراهیم همتی و شهید ناو سروان حمید قهرمانی و 10 ها شهید صدها شهید سرفراز ایران عاشقان. تو جهان اول میشه. منچستر هم این تماشاگر رو نداره، بارسلونا هم این تماشاگر رو نداره. چرا در 10 دقیقه اول درصد پرسپولیس 50% هواداران تخت ساز بالا 50%، چرا تو برنامه 12% نمیشه؟ چرا وقتی نشون میداد درصدو فردوسی بر میخند؟ چرا دیر نشون دادن؟ الان نگاه کن اینجا 100,000 نفر طرفدارشه، هر خونه 3 تا عضو میشه 300,000 نفر. الان میگه 11% وای دیگه همچین طرفداری منچستر یونایتد هم نداره. وای این کلمه میخنده دیدی چقدر مد شده بود سر این بود. عادل فلسطین چرا میخند؟ خب موری جان ریدی که باختی که سوختی که مجازات چیه؟ خب یه شلوار پات میکنی. شلوار که دارم، این شلوار همین خوبه. همین خوبه. حالا بچا براتون دارم مدل این خفنا هم درست میکنم. خوبه؟ نه کاپشنو بکن زیر این. خب بکن زیر اول کاپشن این. حالا کوت مود تایپ کوفتی که هست بده بالا. قشنگ بکش بالا دیگه نمی با هم میریم تا سر کوچه دور میزنیم. میایم تا سر کوچه میریم دور میزنیم. میریم دیگه. نه عمرن برو گم شو. خب مرتضی گنده ترکیه کیه؟ آقا خدای نکنه گنده ترکیه کیه؟ چنده؟ آقا الان شلوغه عرفان تو رو قرآن. بابا ساعت 7 رو بدی 7 رو همه میخوابن. دمپایی کفش دمپایی. بچه من یک لحظه کفشم ممکن کنم. سلام همسایه هم دارن میرن اشکال نداره. خب ظاهرا چراغم نداره راه رو به نفع مرتضی. چقدر خوبه هوا بچه، واقعا هوا خیلی خوبه. به تریپو داد و بیداد کنم همه بیرون ببیننت. چقدر میدی داد بزنم؟ دولت کار دارم این بر از این بر یا از اون همون بر برو. الهی بمیرم برات گنده ببین تنها چیزی که به ذهنم میرسه اینه که گنده استانبول کیه. برو آقا برو وای نستا تا دمون تیبای برو برگرد. اوکی کنی نه بدتر از این تا حالا چیز شدی. برگرد نه یه دست کون بده از دوربین. برگرد دست کون بده. گنده استانبول کیه؟ بریم دیگه. مغازه نمیایی نه؟ خب مرتضی اونجا که از تریپش خیلی راضی بوده میخواد تا جلو بقالی بره. موری دست کن بده خدافزی کن. خدافزی کن. انجام دادیم شما انجام ندید. چاکرم دیگه. بدرود خدافز. بچه براتون دوربین مخفی هم گرفتم دوست شبهای ما و پیدا شد. فرار نکن وایسا. فرار نکن میگم فیلمتو گرفتم. ویلکام تو هم مرتضی. خدافز.